کلیسای سنت نیکولای، روستای باشماکوفو، استان کالوگا، روسیه. من در سالن غذاخوری ایستاده‌ام. گنبد اینجاست. برج ناقوس هم اینجاست. مشخص است که این دیوارهای نیم دایرهایی هم به نوعی با این دیوار هماهنگ نیستند. یعنی بعداً به کارنیز یا چیز دیگری اضافه شده‌اند. از این طرف هم دقیقاً همینطور است. ببین. فقط این دیوار را اینجا به هم وصل کردند. خب، جایی را سوراخ کردند. یعنی اصلاً هیچ ارتباطی با هم ندارند. از بیرون هم کاملاً مشخص است که ساختمان کلیسا با ستونها و سالن غذاخوری اصلاً به هم متصل نیستند. یعنی اینجا فقط آجرها را کنار هم چیدند، اما همونطور که درز وجود دارد باقی مانده است. این درز کاملاً مشخص است. اینجا هم کاملاً معلوم است که سالن غذاخوری بعداً به ساختمان اضافه شده است. یعنی ما پنجره‌های نسبتاً بزرگی روی گنبد داریم، اما از سمت سالن غذاخوری یک پنجره کوچکتر دیده می شود و مشخص است که سقف از بیرون گچکاری شده، اما داخلش گچکاری نشده است. اونجا یک اتاق زیر شیروانی بوده. اما اگر به آجرها نگاه کنیم، می بینیم که اینجا هم یک پنجره بزرگ وجود داشته است. اینجا اون را به سادگی مسدود کردند. اینجا کاملا مشخص است. این بقایای آن است. این پنجره همسط با بقیه بوده. این پنجره وجود داشته است. آن را گرفتند و مسدود کردند و سقف سالن غذاخوری را ساختند. یعنی قبلا اصلا سالن غذاخوری وجود نداشته است. اما پس این دهانه بزرگ از معبد که به سمت برج ناقوس باز می شود چه بوده است؟ آیا این دهانه مستقیما به بیرون باز می شده است؟